الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، دوستان و مخلصان و برادران و عزیزایی که از صفحات بیننده درس های ما بودن، در این درس جدید یک سوره و 3 آیه از آیه های قرآن کریم درباره فضیلت و پاداشت و ثواب و ویژگی هایش چی بوده باشد در شما انشاءالله میره ارائه میکنم. خدا کند که ذکر بکنین و بخوانین، پروردگار برکت این سوره و آیه های این قرآن کریم مشکلات ما شما را حل کنه. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه از پیغمبر علیه السلام. ابو ایوب انصاری از پیغمبر گرامی علیه السلام نقل میکند حدیثی را درباره فضیلت این سوره و چند آیت. یکی سوره کیست؟ الحمدلله رب العالمین. سوره الحمدلله رب العالمین. یک آیت الکرسی که در سوره بقره قرار دارد، آیه 254 است. الان سوره آیت الکرسی را بخوانید. سوره بقره در پاره 3 قرار دارد. الحمدلله را بخوانید و این آیت را بخوانید: شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این آیت شهید الله انه لا اله را بخوانید. شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. آیه 18 سوره آل عمران. این را بخوانید. دوم و قل اللهم مالک الملک تا بغیر حساب. این را بخوانید که آیه 27 سوره آل عمران است. الحمد شریف، آیت الکرسی شریف، شهید الله انه لا اله آیه 18 سوره آل عمران، قل اللهم مالک الملک تا بغیر حساب آیه 28 هفت سوره آل عمران. این را هر کس بخوانه. الله جل جلاله قسم یاد کرده، فرموده قسم به عزت و جلال و علو و مرتبه ما. الله گفته به عظمت و شأن و بزرگی ما قسم. هر کس اینها را بخوانه، بعد از نمازهای فرضی تلاوت بخوانه، همه گناهانش را میبخشند. الحمد شریف را بعد از نماز فرضی بخوان. آیت الکرسی شریف را بخوان. شهید الله انه تا هو العزیز الحکیم. این را بخوان که آیه 18 سوره آل عمران است. قل اللهم مالک الملک تا بغیر حساب آیه 27. این را بخوان. 4 شد نه؟ آیت الکرسی، الحمد شریف 2. این 2 آیت جمعاً 4. این را بخوانین. الله گفت قسم به ذات و کبریایی و بزرگی من تمام گناههای خواننده را میبخشم، تمام گناهان تلاوت کننده اینها را میبخشم و او را در جنت الفردوس جای میدهم. جنت الفردوس اعلی ترین جنت است، مرکزی جنت است. گناهان تا تمامش میبخشم. میگه الله قسم یاد کرده با بزرگیش. دوم در جنت الفردوس داخل میگردانم. سیوم هر روز 70 مرتبه به نگاه رحمت فراوان خود به تو تلاوت کننده امی چیزها نگاه رحمت فراوان خدا برات میکنه و 70 حاجت و ضرورت و مشکلات زندگی تا حل میکنه. 70 حاجت او را برآورده میکنه. 70 مشکلات او را میبخشه. ما شما در زندگی روزمره خود یک 5-6 تا روزمره اگر مشکلات داشته باشیم یا 70 مشکلات تا میبخشم و آرزوهای تا برآورده میکنم و کمترین چیزی که خلاصه برات میتونم گناه تا میبخشم. یک در دیگه حدیث حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنه هر کس همین آیه هایی که به شما گفتم، الحمدلله شریف تا آخره، آیت الکرسی تا آخره، شهید الله انه لا اله الا هو تا و هو العزیز الحکیم، ایره
قل اللهم مالک الملک تا بغیر حساب را بخوانه. الله متعال برای 70,000 فرشته پیدا میکنه. الله 70,000 فرشته را موظف و مکلف و وکیل میگرداند تا قیامت برای این آدم دعای استغفار بکنه. دعای چی بکنه؟ دعای مغفرت بکنه. بینان این ها را باید ذکر بکنیم که مورد رحمت الله قرار بگیریم، مورد بخشش الله قرار بگیریم و جنت فردوس نصیب ما شود. و علاوه از این 70 ها مشکلات و سختی ها و مریضی ها و فقر و بیچارگی های ما شما پروردگار برطرف میگردانه، دور میکنه. حدیث علامه آلوسی آورده و حدیث حضرت انس هم روایت کرده و ابو ایوب انصاری هم این حدیث روایت کرده. به تفسیر قرطبی این حدیث نقل شده. به خاطر رفع مشکلات زندگی تا عزیزای گرامی بسیار آسان است. از یاد اگر یاد ندارین الحمد شریف الحمدلله کل یاد داره و آیت الکرسی هم یاد داره. اگر یادم ندارین نمازهای فرضی را که خواندین، چی در خانه، چی زن، چی مرد، چی خواهر، چی طفل، چی بالغ، چی بزرگ، چی کل، هر کس که یاد داشته باشه الحمد شریف الحمدلله کل یاد داره. اگر از یاد ندارین از روی بخوانید، قرآن کریم بگیرین، نمازهای فرضی را که خواندین الحمدلله رب العالمین تلاوت بکنین، آیت الکرسی را تلاوت بکنین. آدرس به شما گفتم آیه 18 سوره آل عمران شهید الله انه لا اله الا آخره تا و هو العزیز الحکیم تلاوت بکنین. قل اللهم مالک الملک این هم سوره آل عمران است آیه 27 این هم تلاوت بکنین. در 5 دقیقه 4 دقیقه وقت موتور نمیگیره. پروردگار چه میکنه؟ گناهان ما شما را میبخشه، در جنت الفردوس داخل میکنه و روز 70 بار به نظر رحمت میبینه و 70 حاجات و مشکلات موتور را برآورده میکنه. 5 دقیقه در بر نمیگیره. یک نسخه بسیار مجرب، نسخه بسیار قوی که از آدرس حدیث بیان شده و ما شما الله روان کرده. این میره به خیر استفاده بکنیم تا اینکه ما آرزوها و برنامه های خود برسیم بخیر.